خب همین اولش من بگم که تمام ویدیوهایی که قرار بعد از این ببینید، من تمامش وقتی زمانی که گرفتم به قصد و نیت این بود که صرفا برای خودم تجربه بشه. اما الان که امروز که بعد از روز ماراتونه خیلی یهو تصمیم گرفتم که همه رو در قالب ویدیو بذارم تو یوتیوب. یعنی میخوام بگم که اصلا نه کیفیت دارن، نه ادیت خیلی خوب، حتی درستی خوردن، هیچ. و حتی این ویدیو که الان دارم میگیرم باید همون اول کار میگرفتم و هیچ چیش رو نظم نیست، صرفا فقط چند تا ویدیو پشت سر هم دیگه است از تمرینا و همه چی آزمایشی بوده و هیچ پلن و برنامه‌ریزی نداشته. این ویدیو رو همون اول کار میذاشتم، الان دارم میذارم خیلی صادقانه و اگر که اون کیفیت مد نظر رو نداره واقعا دیگه بزرگی خودتون ببخشید. بریم ویدیو رو ببینیم دیگه. پس شروع کنیم. تازه من 20 کیلومتر تموم شد. پیس 4:54، 1 ساعت 38 دقیقه، زمان قبل 147 و هفته دو ویک 2 فردا تمامش میکنم و 6 هفته دیگه مونده تا هفت ماراتون و زیر یک کسی ببینیم چی میشه. این ترک 6 تا 1 کیلومتر با پیس 3:42 3:45 3:47 3:40 حتی شاید. هوا فوق سرده، بکنم منفیه که کسی هم نیست. بریم که داشته باشیم یک تمرین خوب. Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. 14 مارچ لانگران 22 کیلومتر، 11.5 کیلومتر اول ایزی، بعد 3.5 کیلومتر پیس هفت ماراتون، دوباره 2 کیلومتر ایزی و 2 کیلومتر دوباره هفت ماراتون و 3 کیلومتر آخرش هم دوباره ایزی. فکر کنم هفت ماراتون رو توی 1 ساعت و 39 دقیقه زدم همین چیزی، ولی خب لانگران بود تا تمرین و این حالا باید 10 دقیقه بیاریم پایین برای مسابقه. هفته 3 فردا تمام میشه، دوشنبه این هفته 4 عالی تا الان همه چی. شنبه 20 مارچ، کمتر یه ماه مونده به مسابقه. 6 کیلومتر ایزی ران ریکاوری ران با پیس 6:27. یه ماه مونده تا مسابقه و عالی همه چی، همه چی نظمه. لانگران 24 کیلومتر رو قرار بود امروز بریم، ولی بخاطر یه مسئله ریز داخل فوتبال پنجشنبه عوضش کردم با ریکاوری فردا. بریم که چی میشه.
یک شنبه 29 مارچ 8 تا 10 کیلومتر ایزیران. فردای لانگران امروز بعد از 24 کیلومتر. امروز صبح بارون شدید بود و الان هیچ کسی نیست، هیچ کی و این همون چیزی که من عاشقشم، چون بهترین زمان واسه تفاوت ایجاد کردن بین خود و دیگران. برو کی بریم. امروز 2 اپریل دیگه از مسابقه مونده. با اختلاف میتونم بگم که امروز مهمترین و سخت‌ترین جلسه تمرینی برای هفت ماراتون بود. مثلا اینکه چند روز اخیر دندون عقلم داشت در میومد و همزمان امتحانات داشتم از دوشنبه. امروز شب خیلی کم خوابیدم. امروز هم از 6 تا صبح بیدار بودم، از 7 دانشگاه بودم 7 صبح و 7 رسیدم خونه. غذا خوردم. الان 10 کیلومتر ایزی. هوا فوق‌العاده است. واقعا نمیخواستم بیام، واقعا سخت بود، واقعا خسته بودم، ولی اومدم و با اختلاف امروز مهمترین و سخت‌ترین روز این هفت ماراتونه بود و مطمئنم که جواب میده. بریم چی میشه. جمعه 3 مارچ امروز تمپو 10 کیلومتر با پیس 4 و 3 تو 40 دقیقه و 28 ثانیه. قشنگ این دیگه امروز فکرم یه سند و مورد تایید واسه خودم بود برای اینکه 1 و 30 رو میزنم. دلیل سختیش هم 8 از 10 8 و نیم. یعنی اگه مسابقه بود یعنی 40 و 28 و مسابقه بود 38 و 28 تا این 2 دقیقه کمتر از اینم احتمالا میتونستم، یعنی که خودمو پاره میکردم. خدا رو شکر. واقعا چه طبیعتی واقعا خدا رو شکرت واسه این توانایی و این سلامتی که تونستیم امروز بیاییم 10 رو بدویم. واسه هر روز سه بیدار شدن، نه واسه 10 دویدن، واسه همه چی. شکرت. 3 روز مونده به مسابقه. همه این کارهایی که باید انجام میدادم و انجام دادم و آماده ایم فردا کرب لودینگ کنیم. کرب لودینگ یا کارب لودینگ خیلی قشنگ ترش. و دیگه همین دیگه شنبه صبح انشالله با انرژی یه ببخش چی دارم میگه با یک شنبه صبح مثلا نمیخوام وایس رو دیگه قطع کنم. اینقدر قطع کردم دیگه حسش نیست. الان دیگه تازه اومدم توی این بازی ها. یک شنبه صبح 21 کیلومتر با پیس نمیدونم چند ولی زیر 1 ساعت و نیم. من داریم کتاب بخونم. شواف İstanbul 1000'li damada görebilir miyiz? Hazırsanız tüm 50 damada görelim. Tüm 50 damada görelim. Haydi tüm 50 damada. Açalım müziği. Tüm 50 damada görelim. Alkışlarla. Tempo. Tempo. Hey 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 hey. Aynen öyle. Maşallah. Bravo Ahmet, bravo. Bravo تمومه. همین الان فکر کنم 1.28 و 30 1.28 1.28 و 40 Lütfen şimdi geri dönüşme iade etsin. خوب بود. خدا رو شکر. فقط
No matter what you gone through, Jesus, He gave it all to save you. He carried the cross on His shoulders so you could start over. امروز 5 کیلومتر ریکاوری ران بعد از 7 ماراتون دیروز. واقعا خیلی خوشحالم واسه اون رکوردی که زدم، ولی بیشتر از اون واسه اون 2 ماهی که باش آماده شدم خوشحالم، چون اون 2 ماه اون نظمه و استمراری که داشتم خیلی برام شیرین تر بود تا اون رکورد و عددی که دیروز ثبت شد. یعنی اون پروسه خیلی بهم درس داد، خیلی بهم لذت داد، خیلی بهم حس غرور درونی داد. امروز هم یه ریکاوری 5 کیلومتر، واقعا این یه امتیازه، این یه بقول خارجی ها it's blessing که امروز میتونی بیای دوباره بدوی و این فرصت رو داری. واقعا خدای شکرت برای این توانایی، برای این فرصت و برای امروز. بریم برای یه پریپریشن، یه چالش دیگه ذهنی، یه رکورد بهتر. اینکه ماراتون باشه، 7 ماراتون باشه، هر دیگه مهم نیست. اینی که دوباره یه چالش رو برای خودت تعیین کنی و اون مسیری که بهش میرسی اونه که گیم چینجر. بریم برای کسی هم اونا ببینیم که این زندگی ما رو کجا ببره. استانبول دیگه هم داره گرم میشه ولی هوا تاثیر نداره روی این قیمت. راجع به ویدیو یوتیوب اولیش بود واقعا هیچ تجربه نداشتم، اصلا وقت آنچنان نداشتم که درستش کنم، صرفا برام مهم بود که شروعش کنم و حرفی، سخنی، توصیه‌ای، پیشنهادی اگه باشم با آغوش باز میشنوم و استقبال میکنم. امیدوارم که توی درست کردن اینا استمرار داشته باشم. مرسی که نگاه کردی، اگه تا اینجا نگاه کردی، و تلاش میکنم که بازم بسازم. مرسی.